سلام به همه، صبحتون بخیر. میخواستم راجع به موضوع با هم دیگه حرف بزنیم. دیشب یه کتابی خوندم راجع به این که چقدر ما با خودمون رو راستیم، چقدر مسائل برامون اهمیت داره، روابطمون، آدم ها، و اینکه ما چقدر به خاطر دیگران زندگی میکنیم و نظرات دیگران، قضاوت دیگران راجع به زندگی ما و رفتار ما روی ما تأثیر میذاره. به نظر خودتون شما چقدر برای دیگران زندگی میکنید و چقدر برای خودتون؟ آیا با خودتون رو راستید؟ آیا با خودتون راحتید و برای کسی یا چیزی تظاهر به رفتاری نمی کنید؟ کامنت بذارید، میخونم و با هم دیگه صحبت میکنیم راجبش.